ولایت افغانستان است با اقتدارترین ولایت در صف ولایت‌های دیگه دوست داشتنی افغانستان که تاریخ افغانستان زرین به خون شهدای خود تحت قیادت قهرمان ملی کشور احمد شاه مسعود عزیز و جناب مارشال صاحب و دهها بزرگای دیگه ما و شهدا بیادری خط به ایمی سختی را کشیدن، اینمی زحمت را کشیدن تا که به ما و شما نسل آینده بفهمانند که آزادی یعنی این است. پروردگار به ما آزادی داده. وقتی که خداوند به بزرگی و برکت پیامبرش به ما انسانها آزادی داده، پس یک انسان دیگه چه حق داره که آزادی ما را بگیره؟ قطعا حق نداره. ما در مقابل کسی که گستاخانه به هویت ما، به وطن ما، به مردم ما تجاوز کنه، مردانوار مثل عامر صاحب شهید که میگه در یک سخنرانیش که یک تصمیم بگیریم، مرد وارد این وطن خود استاد هستیم مثل یک مجاهد دفاع میکنیم یا مرد وارد مثل یک مجاهد شهید میشویم یا وطن خود آزاد میکنیم. نعره تکبیر! نعره تکبیر!